سلام بچه‌ها، به خبرگزاری صدا و سیما خوش آمدید. آقا اینجا خیلی چیزای جدید اومده، مثلا چیکونی ستای رایگان و صدای خیلی خوشگل اینو اومده. خب الان اومدیم کاندی ببینیم. اینجا اگه بیاین حالا خیلی هم میدونن، حالا اینجا بیاین اگه من 499 اینو بزنم سته رو میگیرم. خب این سته خوشگله گرفت. این سته مال چی بود؟ انیمه ناروتو. این گرفتیم. بعد این هم چیه؟ 50 دست تیمی بازی کنین، 50 دست تیمی بازی کنین اینو میگیریم. این چیه؟ بنره، چی بهش میگن؟ تازه جدید اومده، اینو میگیری. بعد دیگه بعد اگه 4 تا از چیا رو بگیرین میتونین این درصد 4 تا از این انیمه های ناروتو رو بتونین بگیرید. این درصد رو بتونید این نکنید. حالا من یکیشو دارم. من یکی از این ستای انیمه ناروتو رو دارم. خب اینجا خب اینجا چیه؟ اینجا گفته 7 روز دیگه، تقریبا 7 روز دیگه باز میشه. 7 روز دیگه 20 دست رنگ بعد کلش رنگ پلی بدین میتونین اینو رو بگیرید. نمیدونم اینو این چیه؟ این فکر کنم کیل باکسه فکر کنم. خب این از این 20 دست بتل رنگ بازی کنین میتونین این یخ رو بگیرید، یخ خوشگل و روشی و اینا. بعد اینجا گفته 15 بار اگه تو بتل رنگ بازی ریو بدین چی یاراتون ریو بدین میتونی اینو بگیری. الان من دانلود ندارم بابا. این به جا چیه؟ به جایی که سبزه بشین تبدیل به این تیکه چوب میشه. این چیه خوبیه. خب اینجا دیگه هیچی. اینا دیگه فکر نیستی. تموم شد. آره همینا هست دیگه. این خیلی جوای چیزای زیادی آورده گارنا. تا فرصتش نگذشته بریم بگیریم. خبرگزاری صدا و سیما.